به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده امروز خواستم برای شما یک قصه درباره یک مرد سال خورده که به سن 75 رسیده بود نقل نمایم. این مرد سال خورده در خانه خود تنها زندگی میکرد و روزی این تنهایی به دل این میزند و میخواهد با پسرش و اهل خانواده او در یک خانه زندگی کند. وقتی که این مرد به خانه پسرش آمد، همسر پسرش این مرد را نانقدر خوب پیشواز میگیرد و بعضی وقتی که به او کاسه خوراک را و یا که پیاله چای را میدادند، از دستانش میافتید و این را دیده هم پسرش و هم همسری او به غضب می آمدند. افسوس که دستان این مرد می لرزید و چشمان او نانقدر خوب دیده می توانست. تا چند مدت به هر خطاگی این مرد سال خورده پسرش و همسری او صبر کردند. اما روزی پسر این مرد سال خورده گفت: این همه شکسته های پدرم به دل من زد، میخواهم یک چاره اندیشم. به این فکر همسری او نیز شریک شد و در آخر هر دو به خلاصه آمدند تا که پدر را در یک حجره خرد جایگیر کنند و به او یک طبق چوبین دهند تا اینکه در آن خوراک خورد. وقتی که به این مرد سال خورده در یک طبق چوبین خوراک می آوردند و در یک حجره خرد جایگیر کرده بودند، این مرد این را دیده گریه می کرد، اما همیشه به خداوند دعا می کرد: خداوندا، من یک بنده عاجزم و از تو دعا دارم تا که ایمان فرزند مرا مستحکم گردانی و از راه خطا دور گردانی و اون خطاهایی که او نسبت من می کند خدایا به سری برمگردانی. الها در راه پست و بلند حیات به او خود مددگار باشی. و این دعاها را کرده این مرد سال خورده فقط گریه میکرد در آن وقتی که اهل خانواده پسرش همه خرسند و شادان در سر دسترخوان خوراک میخوردند، اما این مرد سال خورده در یک حجره تنها زندگی میکرد. و در این وقت اون نبیره 4 ساله‌ای که این مرد 15 سال داشت همه این گذشته ها را مشاهده میکرد. و روزی وقتی که پسر این مرد سال خورده در حجره اون کودک 4 ساله را شاده دید، میبیند که در دستش یک بند هیزم دارد و میخواهد از آن یک طبق چوبین بسازد. وقتی که پدرش میگوید: ای فرزندم، تو این چوب ها را چیکار میکنی؟ اون فرزند خردسال میگوید: من میخواهم از این طبق چوبین سازم تا اینکه وقتی که شما پیر میشوید به این با شما خوراک دهم. وقتی این را میشنود همون پسر و هم همسری و اشک خود را داشته نمیتوانند و میگویند: یا الله، گناه مرا ببخش. و این مرد همراه همسرش با زودی به نزد پدر میروند و پدر را لباس تازه و آزاده پوشانده به سر دسترخوان به جای اونی که سرور خاندان می نشاند به آنجا نشاناندند و به او خوراکی گرم و با لذت آماده کردند. با همین همه خرسند و شادان زندگی کردند. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند در خاطر دارید پدر و مادر این دولت بی‌بهایی است که خداوند تبارک و تعالی به همه ما و شما نصیب کرد. از این لحاظ از شمایان خواهش دارم به فتنه دنیا و به فتنه اون مال و دولت خود افتاده، به فتنه اون 2 روزه حسنی که همسر شما دارد با میافتین. کوشش کنین تا که رضای پدر و مادر را به دست گیرین. البته در این عمر 2 روزه انسان بی خطا، انسان بی گناه نیست،
و این را بینید که پدر و مادر چه خطاگی هایی که شما میکنید شما را دوستش می‌دارد و میبخشد. ولی در این روز و زمان بسیاران اون شخصانی که از برای مال و ثروت اون خطاگیی که پدر و مادر میکند اون را پیشکش کرده اونها را از خانه میرانند، حالان که اون پدر و مادر برای به پایان رسانیدن این فرزند نادان تمام عمر خود را بخشیده بود. و در این روز و زمان بسیار شدند اون نوروز هایی که شوهر خود را نسبت پدر و مادرش دشمنی میسازند. ای خواهران، استغفر الله کنید و یک لحظه به خود بیایید. اون کارهای خطایی شما میکنید و روزی به سر شما حتما خواهد آمد، زیرا این دنیا برگردنده و هر کاری که میکنی موافق آن تو را تحفه خود انتظار است. پس یک لحظه اندیشه کنید و اون پدر و مادر شوهر خود را مثل پدر و مادر خود احترام کنید و اگر خطاگی شما را آنها گویند از آن آزرده مشین، برعکس شما خرسند شوید که شما را درس حیات می آموزانند. بار دیگر میگویم که در این دنیا انسان بی گناه و انسان بی خطا نیست و وجود ندارد، زیرا در این دنیا بغیر حق ما همه گناهکاریم. وقتی که انسان من گناه ندارم میگوید، من دلم صاف است میگوید، اون گناهکارترین است. پس به حرمت خداوند یک لحظه اندیشه کنید و به قدری هم دیگر برسید. بعضی شخصان هستند که وقتی که به شهر مسافری می آیند و مال و دولت پیدا می کنند، وقتی که به وطن برمیگردند استغفرالله از نزد پدر سر خود را بلند کرده میگذارند، یعنی خود نشاندی، یعنی بین که پدر من صاحب مال و دولت گشتم و از تو بلندم. استغفرالله، آن مال و ثروتی که تو داری در قبر تو یک پرچه خاکم نیست، زیرا وقتی که تو با رضای پدر و مادر زندگی میکنی قبر تو انشاءالله نور و چراغ خواهد شد. و اگر نه پدر و مادر را آزار دادی و مال و دنیای خود را پیشکش کردی، وای بر حالت. قدر و قیمت پدر از مال و ثروت هزارها مراتب زیاد است. اون مال و ثروت را شاید تو امروز ناچار شدی، لیکن خداوند هر یک بنده را یک وقت در ناچاری و دیگر وقت در ثروتمندی می شمارد، یعنی سنجش می کند. اما پدر و مادری که تو داری خداوند به تو یک مرتبه نصیب کرد، پس به قدر او برس. ما همه فرزندان بعضی وقت خود را کلان حساب می کنیم و سخنهای دغل می گوییم، لیکن مهربانی پدر و مادر را ببین که در نزد تو با سخنهای تو موافق جواب میتن، لیکن وقتی که تنها ماندن گریه میکنند و میگویند خداوندا فرزندانی مرا در کدام منازلی که نباشم نگهبان باش و الهی من همه اون خطاگی هایی که فرزندم میکند میبخشمش. الهی فرزندانی مرا در راه مسافری در پناهت نگه دار، از ظلم حسود خوران و از راه خطا او را ایمن نگه دار. پس بیایید ای برادران و خواهران اهل اسلام به قدر پدر و مادر خود برسیم. ای دوست تا زنده ای مکن فراموش مادر، قدم نگذار تو هیچگاه پیش از قدوم پدر. در این دنیای فانی آنانم دولت ما، بگیر دعای آنان تا نمانی در خطر. و ناخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت.